نبرد پلاته از جنگ‌های دوره دوم ایران و یونان در زمان پادشاهی خشایارشاه هخامنشی اتفاق افتاد. پس از آنکه یونانی‌ها پیشنهاد فرمانده شجاع و دلیر هخامنشی مردونیه برای مذاکره را قبول نکردند، ارتش ایران که در شمال کشور یونان بود به فرماندهی مردونیه به سمت شهر آتن حرکت کرد و اقدام به تصرف شهر آتن کرد و این بار هم مانند چند ماه پیش که خشایارشاه اونجا رو فتح کرده بود، مردم آتن شهر رو تخلیه کرده و به جزیره سالامین فرار کرده بودند. اهالی آرگس که از متحدین پارسی بودند، سفرایی نزد مردونیه فرستادند و خبر اعزام قشون اسپارتی‌ها و همدستی با آتنی‌ها رو به او دادند. سردار بزرگ ایرانی پس از شنیدن این خبر ماندن در شهر آتن رو جایز نمی‌دونست و به سمت منطقه تب که از دوستان ایرانیا بودند و دشت همواری داشت و برای عملیات سوار نظام ایران مناسب بود حرکت کردند. همین که یونانی‌ها به تب رسیدند، در کوهپایه‌های مشرف به دشت اردو زدند و قشون خودشون رو در مقابل پارسی‌ها سفارایی کردند. مردونیه هم سوار نظام ایران رو به فرماندهی یکی دیگر از سرداران نامی ایران به نام ماسیتیوس به جنگ فرستاد و این سردار شجاع جنگ جانانه‌ای با اونها آغاز کرد و تلفات زیادی به اونها رسوند و تیراندازهای ایرانی هم عده زیادی از یونانی‌ها رو به هلاکت رسوندند. پوزانیاس فرمانده یونانی‌ها عده‌ای از سربازای زبده‌شون رو به جنایی که تحت فشار بودن فرستاد که در این صورت ورق به نفع یونانی‌ها برگشت و اسب سردار ایرانی ماسیتیوس زخمی شد و سوار خودش رو به زمین زد. آتنی‌ها همین که دیدن سردار ایرانی به زمین افتاده او رو محاصره کردند، اما او به طرز شجاعانه‌ای می‌جنگید. سرانجام ضربتی به چشم او خورد و به زمین افتاد و کشته شد. یونانی‌ها نعش ماسیتیوس رو روی عرابه گذاشتن و از جلوی لشکر ایران عبور دادند تا همه اونو ببینن. یونانی‌ها در روز اول جنگ با کشتن سردار ایرانی دلقوی شده بودند و تصمیم گرفتند تا به پلاته که از نظر نظامی برای اونها بهتر بود برن. در جنگ پلاته مردونیه آرایش نظامی بهتری جلوی یونانی‌ها بسته بود و اول هم پیشنهاد جنگ تن به تن با سربازای دلیر اسپارتی رو به اونها داد و اونها قبول نکردند. یونانی‌ها تا 10 روز جنگ رو شروع نمی‌کردند و در این مدت دائم به تعداد سربازای اونها اضافه می‌شد. پس از شروع جنگ علیرغم برتری یونانی‌ها در تعداد نفرات و اینکه در خونه خودشون می‌جنگیدند، شکست سختی خوردند و عده‌ای از اونها کشته و عده‌ای هم به سمت جنگل و کوه فرار کردند. سردار شجاع ایرانی مردونیه پیشنهاد ارتباز که از نجیب زادگان پارسی بود مبنی بر عقب نشینی به شهر تب و دادن طلا و نقره به یونانی‌ها به شرط انصراف از جنگ با ایرانی‌ها رو قبول نکرد و دون شأن سپاه ایران میدونست. بنابراین با تمام سربازان خودش همقسم شدند تا آخرین نفس در برابر سربازای یونانی بجنگند. بنابراین در روز دوم جنگ علیرغم مبارزه تمام قد و جانانه در برابر یونانی‌ها تا آخرین نفس جنگیدند و کشته شدند و شجاعت و دلیری سربازای ایرانی رو به همه دنیا ثابت کردند.